گریه کردن عادتی مردم نبود، گریه کردن مرد را آسان نبود. تو خدا رفتم کابل خدا بیاد فرنگی گر بریزد مرد اشکی دیدرای دانکی دیگر در دیو پنهان نبود، دانکی دیگر در دیو پنهان. بیا خانه کرنگی داد بازی بیا خانه با آدمش کرنگی نشمسی جنت دارم ای نفس از دوزخ دارم، امید از رحمت دارم، فقط دیدار میخواهم، فقط دیدار میخواهم، امید از رحمت دارم، فقط دیدار میخواهم. حال عالم سر به سر پرسیدم از فرزانگی، گفت یا خاک است یا باد است یا افسانه، گفتمش آن کس دیو اندر طلب پویان بود، گفت یا کوریست یا کرست یا دیوانه، گفت یا کوریست یا کرست یا دیوانه. گفتمش احوال عمری ما چی باشد، عمر چیست، گفتمش احوال عمری ما چی باشد، عمر چیست، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه. فلسفی گفت اندر جانبی هندوستان، حکمت دیدم نوشته بر دری بتخانه، گفتم آن حکمت چی حکمت بود، گفت این حکمت است آدمی را سنگ و شیشه چرخ چون دیوانه،
آدم میراسن و ششم چرخ چون دیوانه نعمتی دنیا نصیحت بیگانه است دنیا نصیحت بیگانه است عشق آخی مهرور زد با چنین بیگانه نعمتی دنیا نصیحت بیگانه است عشق آخی مهرور زد با چنین بیگانه گفتمش احوال عمریم و چی باشد عمر چیست گفت یا برقست یا شمعست یا پروانه گفت یا برقست یا شمعست یا پروانه